روزی که بهترین فوتسالیست جهان در استقلال بازی کرد. بله، درست شنیدید. در سال 2003 میلادی در چارچوب باشگاه‌های جهان مربی وقت استقلال آقای رونالد کوخ به صرافت این افتاد که از وحید شمسایی که در آن زمان در تیم فوتسال استقلال و تیم ملی بازی میکرد را به تیم بزرگسالان استقلال بیاورد. در آن زمان وحید شمسایی در اوج فوتسال خود قرار داشت. او یکی از بهترین بازیکنهای جهان بود. آقای مربی او را 1 نیمه در برابر تیم الهلال بازی داد، اما نمایش وحید شمسایی در زمین چمن چندان امیدوار کننده نبود. او بعدها در مورد این بازی گفت: من